معنی واقعی جمله مواظب خودت باش که به همدیگه میگیم رو میدونید؟ یه زن و شوهری بودن. خانم هر وقت همسرش میخواسته بره سر کار بهش میگفته مواظب خودت باش. آقا هم میگفته چشم و میرفته. یه روز خانمش اتفاقی و سرزده میره محل کار همسرش، از لای در میبینه همسرش داره با منشی شرکت بگو بخند میکنه و دلبری. ناراحت میشه و برمیگرده. یه تکست مینویسه واسه همسرش، میگه عزیز دلم، تو هر وقت از خونه خارج میشی من بهت میگم مواظب خودت باش. منظور من این نیست که از خیابون که رد میشی مواظب خودت باشی. طبیعتا تو کودک نیستی، ولی منظور من اینه که مراقب قلب و روحت باشی. اگه واسه جسمت اتفاقی بیفته و خدایی نکرده جسمت ناقص بشه، تو همیشه واسه من عزیز میمونی و تا ابد کنارتم و مراقبت میمونم. ولی اگه قلب و روح تو به کسی جز من بدی، دیگه نمیتونی تن و روح منو داشته باشی. پس مواظب قلب و روحت باش. حالا که معنی واقعی مواظب